سلام به همراهان پادکست کتابگرد. من آریا هستم. و من سارا. امروز سراغ کتابی رفتیم که شاید نگاه شما به انسانیت رو برای همیشه تغییر بده. یک کتاب بی‌تعارف، گزنده و به شکلی بی‌رحمانه صادقانه در باب طبیعت انسان، اثر فیلسوف بزرگ بدبینی آرتور شوپنهاور. آرتور شوپنهاور، فیلسوف آلمانی قرن 19. خب درست در زمانی ظهور کرد که همه از عقلانیت و پیشرفت تاریخ حرف می‌زدن. درسته. اما شوپنهاور یک مسیر کاملاً متفاوت رو انتخاب کرد. او معتقد بود در پس این ظاهر منظم و عقلانی جهان یک نیروی محرک اصلی وجود داره که نه عاقله نه هدفی داره. چه نیرویی؟ یک خواستن کور و سیری ناپذیر. خواستن کور. شوپنهاور اسم این نیرو رو میذاره اراده یا اراده معطوف به حیات. آها. و این اراده مثل یک گرسنگی دائمیه که در همه چیز، از یک دانه که برای ریشه دواندن تلاش میکنه تا پیچیده‌ترین امیال انسانی جاریه. وای چقدر تلخ. و اصل تراژدی زندگی ما هم دقیقاً از همینجا شروع میشه، چون این اراده هرگز ارضا نمیشه. دقیقاً. فلسفه شوپنهاور میگه زندگی ما مثل یک آونگه، مدام بین دو قطب در حرکته، رنج و ملال. رنج و ملال. یعنی وقتی چیزی رو نداریم از نبودنش رنج میبریم. وقتی به دستش میاریم رضایتمون موقتیه و خیلی زود در پوچی و ملال غرق میشیم. وای چقدر تلخ. تا اینکه یه میل جدید سر بر بیاره و این چرخ دوباره تکرار بشه. و کتاب در باب طبیعت انسان دقیقاً کاربرد همین فلسفه تو زندگی روزمره ماست. داریسته. شوپنهاور با صراحت تکان دهنده‌ای میگه انسان در اعماق وجودش یک حیوان وحشی و هولناکه. تمدن، قوانین، اخلاقیات، اینها فقط زنجیرهایی هستن که ما برای مهار این حیوان ساختیم. عجب. اون جامعه متمدن رو به یک بالماسکه بزرگ تشبیه میکنه. جایی که همه نقاب دوستی، شرافت و دینداری به صورت زدن، اما پشت این نقاب‌ها فقط یک چیز پنهانه: خودخواهی و منفعت طلبی بی حد و مرز. دقیقاً. و برای اینکه عمق بدبینیش رو درک کنیم کافیه به مفهومی اشاره کنیم که از نظرش اوج شرارت انسانیه. شادنفرویدا. شادن چی؟ شادنفرویدا یعنی لذت بردن از بدبختی دیگران. شوپنهاور میگه این یک حس کاملا شیطانیه و مختص انسانه. فقط انسان؟ بله، هیچ حیوانی صرفاً برای لذت موجود دیگه‌ای رو آزار نمیده، اما انسان این کار رو میکنه و اینجاست که از حیوان پست‌تر میشه. متفکرانه؟ خب، اگر مداتن اینطوریم، پس تکلیف جامعه چی میشه؟ سوال خوبیه. شوپنهاور دولت رو نه یک آرمان والا، بلکه یک شر ضروری میدونه. یعنی ما به دولت و قانون نیاز داریم، چون بدون اونها جامعه تبدیل به جنگلی میشه که در اون هر کس گرگ دیگریه. منطقیه. و به همین دلیل هم هست که به دموکراسی بدبینه و معتقده توده های مردم همیشه مثل بچه های صغیری هستن که به یک قیم قدرتمند، مثلا یک پادشاه، احتیاج دارن تا جلوی هرج و مرج رو بگیره. این نگاه جبرگرایانه به اراده هم میرسه. چطور؟ شوپنهاور میگه آزادی اراده یک توهمه. رفتار هر انسان محصول جبری دو عامله. اول شخصیت ذاتی و تغییر ناپذیرش که باهاش به دنیا میاد. و دومی چی؟ دوم انگیزه هایی که محیط پیش روش میذاره. ما فکر میکنیم انتخاب میکنیم، اما در واقع شخصیت ماست که برای ما انتخاب میکنه. بسیار خوب. تا اینجا یه تصویر خیلی تیره‌ای ترسیم شد. ذات شرور، زندگی پر از رنج، نبود آزادی. آیا شوپنهاور ما رو در همین تاریکی رها میکنه؟ امیدوارم که نه. خوشبختانه نه. او با تمام بدبینیش راههایی برای رستاگاری یا حداقل تسکین پیشنهاد میده. خب خدا رو شکر. دو راه موقت و یک راه نهایی. راه فرار موقت اول هنر هست. به لحظه‌ای فکر کنید که کاملاً محو یک قطعه موسیقی، یک نقاشی یا یک شعر شدید. آها. شوپنهاور میگه در اون لحظه شما از بند اراده آزاد میشید. دیگه من با تمام خواستنها و نگرانیهاش وجود نداره. جالبه. شما تبدیل به یک آینه شفاف میشید که فقط زیبایی رو بدون هیچ قضاوتی بازتاب میده.
در اون لحظه رنج متوقف میشه. و در قله هنر موسیقی قرار داره. درسته. موسیقی رو شوپنهاور بالاترین هنر میدونه، چون برخلاف نقاشی یا ادبیات که ایده های این جهان رو کپی میکنن، موسیقی خود اراده رو کپی میکنه. خود اراده رو؟ بله، موسیقی زبان جهانی احساساته. بیان دو مستقیم شادی، غم، شجاعت و آرامشه بدون اینکه به یک داستان خاصی محدود باشه. به همین خاطر هم هست که اینقدر عمیق و بیواسطه با روح ما ارتباط برقرار میکنه. راه موقت دوم اخلاق مبتنی بر شفقته. شفقت؟ بله، عمل اخلاقی واقعی از دستورات عقلانی یا ترس از مجازات نمیاد، از همدلی میاد. وقتی شما عمیقاً رنج یک موجود دیگر رو درک میکنید، اون دیوار توهمی که ما رو از هم جدا کرده فرو میریزه. شما در اون فرد خودتون رو میبینید و میفهمید که یک اراده و یک رنج مشترک در هر دوی شما وجود داره. درسته. و اینجاست که خودخواهی جای خودش رو به شفقت میده. و اما راه نهایی؟ نفی اراده برای زیستن. این دیگه خیلی جدیه. این راه که به شدت تحت تاثیر عرفان شرقی و بودیسمه، یک راه رادیکاله. خب چی؟ شوپنهاور میگه برای رسیدن به آرامش مطلق باید آگاهانه این میل سیریناپذیر به زندگی و خواستن رو در خودمون خامش کنیم از طریق ریاضت، ترک تعلقات و مهار امیال. اون شعله سوزان اراده رو ضعیف میکنیم تا به یک حالت سکون و آرامش درونی رسیم. مثل چی؟ حالتی شبیه به نیروانا. پس در نهایت فلسفه شوپنهاور یک پارادوکس بیزاست. دقیقاً. او بیرحمانه ترین تشخیص رو از بیماری انسان میده، اما همزمان سخت ترین و عمیق ترین درمان ها رو هم پیشنهاد میکنه. بله. در باب طبیعت انسان کتابی نیست که شما رو خوشحال کنه، اما قطعاً شما رو بیدارتر میکنه. کتابی که وادارتون میکنه نقاب‌ها رو کنار بزنید و به اون چیزی که در اعماق وجود خودتون و دیگران پنهانه نگاه کنید. حالا یک سوال برای شما شنوندگان عزیز داریم تا در موردش فکر کنید. خب، اگر حق با شوپنهاور باشه و شخصیت ما ذاتی و تغییر ناپذیره، پس تلاش ما برای بهتر شدن چه معنایی پیدا میکنه؟ آیا ما واقعاً میتونیم خودمون رو تغییر بدیم یا فقط میتونیم یاد بگیریم که طبیعت داده شده به خودمون رو بهتر مدیریت کنیم؟ با سپاس از همراهیتون با پادکست کتابگرد. تا پادکست بعدی، بدرود.